با عرض سلام و احترام دوستان گرامی، در اتاق کاری استاد میرزا مولا احمد قرار داریم. استاد میرزا مولا احمد عضو وابسته اکادمی ملی علمی تاجیکستان، همزمان سرخادم علمی شعبه شرق میانه و نزدیک انستیتوت آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپای اکادمی ملی علمی تاجیکستان میباشند. استاد طول سالیان زیاد عاید علم، فرهنگ، ادبیات، تاریخ، تحقیقات سودمند انجام دادند. مؤلف بیش از 70 اثر علمی و صدها مقاله‌های علمی و عمومی در رسانه‌ها و مجله‌های علمی چه داخل و چه خارج کشور به نشر رسیده است. میتونیم استاد را یک از استادان موفق در جدای علمی تاجیک دانست. دیروز ما خبر یافتیم که استاد گرامی ما جایزه رو به دست آوردن. از این خاطر خواستم با استاد یک صحبت کوتاه داشته باشیم و از خود استاد بپرسیم که استاد گرامی تشکر میگم که وقتی خود برای ما جدا کردید و لطفاً گویید که این جایزه که دیروز گرفتید، دیروز به دست آورده، چی جایزه بود و به چه خاطر بود؟ خب برای خواننده گرامی ما هر سال حکومت ایران یک جای با کمیسیون یونسکو یک جشنواره برگزار می‌نماید و این سال گذشته 12مین جشنواره فارابی بود. نام جشنواره فارابی است و در این جشنواره به بهترین تحقیقات‌هایی که سالهای آخر انجام یافته است تقدیر کرده می‌شود. من سال گذشته بر من نصیب شد که از اون سه میانه من صاحب برنده این جایزه شدم. یک نفر از روسیه، از پاکستان یک نفر از انگلیس برنده جایزه فارابی شدم. یعنی استاد از دیگر کشورها نام نبرده، یعنی از اونجا انتخاب نشدن، یعنی گفتن اساسا دیگر دولت‌ها یا نبود است ممکن مستحق است که این یک کمیسیون است که کمیسیون مخصوص اینا همون تحقیقاتی که انجام می‌شود، چاپ می‌شود، کاری که چاپ می‌شود همونها رو بررسی می‌کنن، می‌آموزن و از بین آنها انتخاب می‌کنن کسی که بیشتر در همون ساحه موفق شده باشه. استاد میتونیم که یک کم اشاره کنیم دقیق‌تر، یعنی کدام ساحه و چی اثرها به نظر گرفته شد؟ چند ساحه داره و یک ساحهش ساحه ایرانشناسی و اسلام شناسی است. ایرانشناسی و اسلام شناسی در تمام در همین نامینه ما برنده شد. تشکر زیاد. همزمان شما گفته که یک تبریکاتی و کدام شخصیتی هم بوده است. من میتونیم که اعتراض کنیم. این به مناسبت برنده شدن از نام پرزیدنت وقتی ایران حسن روحانی، سابق پرزیدنت که عضو افتخاری اکادمی ملی ما هم هست، یک تبریکنامه بسیار صمیمی آمده است. همچنین از نام رئیس کمیسیون یونسکو تبریکنامه و از نام رئیس همان کاتباتی کلی جایزه. استاد طبیعی است که وقتی که ما جایزه میگیریم یعنی یک تأثیرات ما یعنی به میان میاد. شما لطفاً گویید که تأثیرات شما از همین گرفتن جایزه در چی بود؟ مثلا چگونه قبول شد؟ یعنی جامعه چگونه؟ البته وقتی که مهنتی کس تقدیر میشود این به کس روح میبخشد، نیرو میبخشد و این بسیار خوب بود که این من کدام امیدوارم نبودم، انتظارم نبودم و همین تقدیر شد. و این البته من تشکر میگویم که همون کمیسیون مهنت ما رو به قدر کرده و حساب گرفته است و سعی میکنم که بازم بیشتر در همین ایران شناسی فعالیت نمایم. استاد قبول جایزه چگونه بود؟ در تاجیکستان صورت گرفت یا در کشوری مثلا ایران؟ یا این ماه اوگوست اعلام شده بود برای جایزه، ولی از بس که این مسئله این وضعیت
وابسته با پاندمیه امکان نداد که همه دعوت کرده شوند برای همین مجازی صورت گرفت و آنها همون جایزه رو از چند یادگاری‌های فرهنگی عبارت است به ما فرستادن و دیروز در جلسه که به مناسبت 30 سالگی رابطه‌های تاجیکستان و ایران برگزار گردید در دانشگاه ملی در همونجا با من تقدیم کردند. از نام سفارت جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه ملی نه؟ در دانشگاه ملی. خب بله. تشکر جناب استاد. خاطرتون نام کردیم که استاد صاحبی بیش از 70 اثرهای علمی هستند. تصمیم هم داریم که در آینده نزدیک صحبت‌های علاوه که خاصه با هر یک کتابی که در موضوع‌های مختلف نوشتن با استاد صحبت سومن انجام داده باشیم. تشکر برای شما بیننده گرامی.